روزی روم از دنیا دنیای مرا یابد، در خاک شوم پنهان پیدای مرا یابد. در دشت و دمن رفتم، در خاک وطن رفتم، دریای روان بودم مجرای مرا یابد. در پشت غبار کوه یا توری پرند ابر، باران چو کند سیم سیم سیمای مرا یابد. فردا به شما آباد، دنیا به شما خوش باد، فردا که نباشم من فردای مرا یابد. در گذشت نابهنگام ستون خاندان، نور چشمان فرزندان و نبیرگان، پدری عزیز و مهربان مطلب قربانوف پیوندان و خویش و تبا را غمناک و آزرده کرد. مطلب قربانوف سالیانی زیاد است که این نام ورد زبان هاست و محبوب همگان است. رئیس محله زردالوزار. مفصوف 25 ایون سال 1949 در شهر پنجکند چشم به عالم هستی گشاده است. بعد ختم مکتب میانه به خدمت حربی رفته در شهر کالینینگراد فدراسیون روسیه ادای خدمت نموده است. بعد بازگشت به شهر الماتا رفته در انستیتوت تکنولوژی آن به صفت مهندس تکنولوژ تحصیل کرد و صاحب معلومات عالی گشت. فعالیت کاریش را از زواد کنسرو براری شهر پنجکند همچون مهندس تکنولوژ آغاز نموده. بعد چند به جمعیت مطلوبات همچون مدیر شعبه مالهای ورزشی اونیورماگ گل شرق 17 سال فعالیتش را ادامه می بخشد. سپس در وظیفه های مدیر شعبه سودای گورپلودوشتورک و دیرکتور شرکت سیمرغ زحمت می کشد. از بس که قابلیت خوب مهنتی داشت و در کجای نباشد صافدلانه و صادقانه که خدمت می کرد و در نوبت دیگر که عائله بهترین به شمار می رود او را همچون رئیس محله زردالوزار تعیین نمودند. سالهای 2011 2016 رئیس محله زردالوزار و مدت 2 سال دیگر سردار شعبه محله ها شده کار کرد و باز محله زردالوزار را به ذمه گرفت. از بس که دیده درا بود به دل و دیده خلق معوا گرفت و محبوب همگان گشت. کار چالان بود، مرد سخاوت پیشه، چشم کاردان و مددرسان و مشکل کشای گره های زندگی باشندگان محله به شمار می رفت. او را دایم در بین خلق می دیدید، زیرا درد دل خلق را درد خود می دانست و مشکلات پیش آمده را در جایش حل و فصل می کرد. در داو و شگفتا اجل مسخره باز، تفریقه مردگان نمی بیند ساز. صد زنده دل بمیرد و خاک شود، دل مرده برونزی خاک میماند باز. انسان به دنیا دائمی نمی آید. آنهایی که در فاصله کوتاه عمر در صحنه زندگی نقش خاطرمان گذاشته و در مزرعه دل تخم وفا کاشتند، مگر می توان فراموش کرد؟ هرگز نه. قلم عاجزی می کند، زبان لال می گردد،
اگر گوییم که مرد عاقل و فاضل، شهستانی خاندان، پدری بزرگوار مطلب قربانوف را 6 اکتبر سال 2022 مرگ نابهنگام از بین ما ربود کسی باور نمی کند. زیرا اشک 8 فرزند، 6 داماد، 2 کلین، 19 نبیره و 5 ابیرگان مثل آب دریا جاری است و از مرگ پدر ناباورند. زی مرگ نابهنگامت پدر بسیار می سوزیم، به خود می پیچیم و از اندوه آتشوار می سوزیم. زی خاک سرد گوری تو به دل افتاد یک سوز، میان آتش اندوه آدم خوار می سوزیم. به دور خیش جز تاریکی اندوه نمی بینیم، مثال اختر در آسمان تار می سوزیم. دلی تو ماند از کار و دل ما گشت غم بیمار، برای آن دلی بیکین و بی آزار می سوزیم. فراموش کی شود از یاد یاران حق تلاشیت، همیشه بهرت ای انسانی نکوکار می سوزیم. پدر گوهر، دردانه، سرمایه زندگی، نیروی جان، قوت دل فرزندان، شاه ستون و چراغ خاندان است. پدر بال و پری عائله، خرسندی اهل خانواده، اولین معلم و تربیتگری فرزندان بوده. در زندگی هر یک فرزند نقش مهمی را اشغال می کند. گل دختران نازنینش فیروزه بانو، فریده جان و فضیله بانو، فراغت جان و دادرای و شه پسرانش مطلوب جان و معروف جان افسوس می خورند که از دیدار پدر سیر نشدند. جای پدر همیشه خالی است. شدم زاره به دیدارت، بیا یک بار پدر جانم. ندیدم رخسارت، بیا یک بار پدر جانم. ندیدم رخسارت، بیا یک بار پدر جانم، پدر جانم، پدر جانم. در آن وقتی که خورد بودم، ندانستم قدرت را. در آن وقتی که خورد بودم، ندانستم قدرت را. کنون که من کلان شدم، بیا یک بار
پدر جانم کنون که من کلان شدم بیاید بار پدر جانم پدر جانم پدر جانم روم گویم مدارم نیست شینم گویم قرارم نیست گلی ریحان به دست آرمی پدر را من نمیابم گلی ریحان به دست آرمی پدر را من نمیابم وا دریغا از دری بختم پدر جانم گذشت در جهانی شادمانی نوری چشمانم گذشت قادرا پروردگارا پیش مرگ تدبیر نیست از ره تقدیر یزدان شمس تابانم گذشت بر سری تابوت او بس ناله کردم زار زار گلبونی امیدی من از باغ و بستانم گذشت خویش و پیوندان همه بس سیل اشک می ریختند نوحه جانسوزی دوست از جوشن جانم گذشت پیش چشمم عالمی گردونی گردان تیره شد گویا استاره از پیش چشمانم گذشت بود روشن کلبه امیدی من از نور او در شب یلدای من شمع فروزانم گذشت آدمی زاد ای دوستان در دهر مهمان بوده است شه ستون خانه اقبال و ارمانم گذشت مادری غمخوار عائله برفی نسا قربانو و هم برابری همسرش مطلب قربانوف زحمت کشیده سالهای زیاد در کابینت کنسرو براری شهر کار کرده است 8 فرزند را با مهر پرورش کرده به آنها تربیت خوب دادند تحصیلاتشان را عالی نمودند خصلت‌های نیک و عالی انسانی را در نهادشان پرورش کردند این است که
هر یک فرزند خاندان برای پیشرفت جامعه سهم گذاشته ایستادند. پایداری عائله در همدیگر فهمی است. وقتی که انسان پسر را تربیت می کند، او مرد را تربیت می کند. وقتی که دختر را تربیت می کند، او ملت را تربیت می کند. باعث افتخار است که برفینیسا قربانова همچون زن توانسته است که عائله بهترین و نمونوی را برپا کند و برای استواری آن از پستی و بلندی زندگی نهراسد. باید بگوییم که زحمت‌های بیش از 45 ساله شادروان مطلب قربانوف رایگان نرفته است. خدمت‌هایش را مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکند به اینابت گرفته سزاوار چندین افتخارنامه و سپاسنامه‌های زیادی گرداندند. از جمله مدال‌های برای فعالیت باثمر در کارهای حربی وطندوستی، 60 سالگی غلبه در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-45، 20 سالگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و 100 سالگی армияи سرخ، дипломи дараҷаи 2، шаҳодатнома ҳамчун ғолиби озмуни вилоятии маҳаллаи беҳтарин дар соли 2018، сипосномаҳои раиси шаҳри панҷакент ва ифтихорномаҳои бешумори ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент ва комиссарияти ҳарбиро соҳиб гаштааст. ҳар ки бо меҳру вафо бар халқ хидмат мекунад, номи худро сархати девони миллат мекунад. агар дар бораи фаъолият ва корҳои шоёни муталиб қурбонов соатҳо ҳарф занем, кам аст, зеро тавонистааст дар зиндагӣ аз худ нақши некеро боқӣ гузорад. ҷоно падаро, аз сари дунё рафтӣ. дунё чӣ бувад ки аз сари мо рафтӣ? ҳар бор сафар рафтаву меомадӣ боз, ин бор бигӯ куҷо тамошо рафтӣ? аҷал санг асту инсон мисли шиша, падари меҳрубону ғамхоро, ки хӯрад баъди ту ғами моро. баъди беморӣ ки бирбудад, зиндагони мост беморо. рӯзи ту буд кӯтаҳу рафтӣ, рӯзию рӯзи мост душворо. рӯҳи ту зери хок ором аст, рӯҳи мо рӯи хок абгоро. зери якпора хора хобидӣ, баҳри мо мондӣ кӯҳи хороро. мо надидем чеҳраи гармат, дар қиёмат бимонад дидоро. ба таъбири амир хусрави деҳлавӣ, гарчи марг аз ҷафо ситезатар аст, бевафоии умр аз он бадтар аст. фарзандон, аҳли оила, ёру дӯстон, пайвандону наздикон дар ин рӯзҳо бори дигар кори неку номи неки ӯро бо ҳисси тафохур ёдовар мешаванд. аз паси марг ёди нек баранд ва аз пайи марги мард ғам бихӯранд. хотири дурахшони марди танӯманд ва чеҳракушод, ширин сухан ва маъракаоро бо меҳру муҳаббати самимӣ нисбати ёру дӯстон абадӣ дар ёди дӯстону рафиқон боқӣ хоҳад монд. илоҳо ҷоятон боғи беҳишт бод. муталиб қурбонов.
پدر نامت همیشه روی لباست، پدر یادت همیشه در دل ماست، پدر دفتر شعرت روی تاقچه، تنها آرامیشی قلبم به شباست. پدر یادم نرفته است مهربانیت، پدر یادم نرفته است خوش زبانیت، پدر از وقت رفتی من شکستم، همه حرفی دلم از ناتوانیست، پدر از وقت رفتی من شکستم، همه حرفی دلم از ناتوانیست. پدر پشتم شکست از رفتنی تو، پدر شادی تمام شد در غمی تو، پدر پشتم شکست از رفتنی تو، پدر شادی تمام شد در غمی تو، پدران همه حرفایت کجا رفت، همه رفتن بعد از رفتنی تو، پدران همه حرفایت کجا رفت، همه رفتن بعد از رفتنی تو، پدر تنها شدم تنهایی سخت است، پدر تنهاییم از دستی بخت است، پدر تنها شدم تنهایی سخت است، پدر تنهاییم از دستی بخت است، پدر از دستی بختم گیله دارم، پدر از دستی بختم گیله دارم، پدر تنهاییم چی روزی سخت است، پدر تنهاییم چی روزی سخت است. پدر نامت همیشه روی لباست، پدر یادت همیشه در دل ماست، پدر دفتر شعرت روی تاقچه، تنها را میشی قلبم به شبها.